سلام. در برنامه امروز اول درباره خانه‌سازی بحث برانگیز در کلاب و دوشنبه صحبت میکنیم و سپس ویدیوی پلنگ برفی را میبینیم که ساکنان یک دهه ونج آن را دستگیر کردند. منتظر باشید ببینید با این جانور چه شد. یک سبور 4 میلیون سومون زیادتر از انداز قرضدار است. یگان ذره پول نمی‌دهد. بس بدگی یک خوجهرور ولی دیگر با او کس پیدا شده است. رئیس شهر کولا بود که عصبانی درباره مالیات نپرداخته شرکت کامل 2010 صحبت میکرد که بنا به گزارش‌ها به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تعلق دارد. گزارش رادیو آزادی در این باره بحث زیادی را در فیسبوک و صفحه ما برانگیخت. کاربر با نام انوشر با تنقید کمیته مالیات و یا انداز گفته است: 50 تومانی قرضدار میشویم، نیروی برق ما را خاموش میکنید. در مرشیراف که یک روز رقص نمیکنیم از دانشگاه خارج میکنید. این مرد اینقدر قرضدار است، از خواب خیزید کمیته انداز. کاربر دیگری با نام مهاجر گفته است: تا این وقت کجا بودید؟ یک دهقان بیچاره را که 2000 سامانی قرضدار است به جان و حالش نماندید. بیچاره یک گوساله خود را فروخت که مالیات پردازد. زور شما تنها به جماعت میرسد. یک کاربر با نام شرف احمدوف در فیسبوک گفته است: شهردار کلاب وانمود میکند و گویا از شرکت کامل 2010 مالیات طلب دارد. او نوشته است: همش فریب مردم است، یک تین نمیدهد و یگان کار کردن نمیتوانید. سپارید میگوید اما در اصل نمیسپارد. شما هم نظر و اندیشه دارید میتوانید بنویسید در وبسایت azadi.org و یا صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. ویدیویی را که میبینید در دهه وادخودی ناحیه ونج برداشتند و این منظره بیانگر تنگتر شدن محیط زیست پلنگ برفی، یک جانور نادری تاجیکستان است. ویدیو را نوروزبک احیاروف ساکن دهه برداشته است و میگوید پلنگ را چند روز پیش در چراگاه دستگیر کردند. زندهش گرفتم پلنگ، نه بیرش تایمش بای نزورات نه. برعکس حادثه‌های پیشین، پلنگ زیبا به اموال مردم زیان نرسانیده است. شکار زیادی آهو و دیگر جانوران که تومه پلنگ برفی هستند سببی به حیوانات مردم راه آوردن این جانوران شده است. در تاجیکستان تقریبا 300 پلنگ برفی مانده است و برای کشتن آن جزا می‌گیرند. شما هم اگر ویدیو جالب دارید بفرستید به شماره که می‌بینید. وایبر، واتساپ، ایمو و تلگرام هم داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.